میدونستید خمینی تو یکی از کمیک‌های بتمن حضور داشته؟ دیسی تو سال 1988 یکی از تاریک‌ترین داستان‌های بتمن رو منتشر میکنه. A Death in the Family. این داستان حول شخصیت جیسون تاد، رابین دومه. بتمن که میفهمه جیسون خیلی خشن شده، بهش هشدار میده که قرار نیست تو مأموریت‌های بعدی باهاش همراهی کنه. جیسون هم متوجه میشه مادری که بزرگش کرده مادر واقعیش نبوده. سرنخ‌هایی رو پیدا میکنه که در نهایت به 3 زن میرسه. اون به همراه بتمن به خارج سفر میکنن تا مادر واقعی جیسون رو پیدا کنه. جوکر هم تازه از تیمارستان فرار کرده و وارد یک جنایت بین‌المللی شده. جیسون سرنخ‌ها رو دنبال میکنه و در نهایت به اتیوپی میرسه. ولی قضیه اینجا تاریک‌تر میشه که جوکر مادر جیسون رو تهدید میکنه و اون برای نجات جون خودش به پسرش خیانت میکنه. جوکر جیسون رو گیر میاره و با دیلم خونین و مالینش میکنه و اون رو به همراه مادرش تو یک سوله اسیر میکنه. بعد از اینکه اونجا رو بمبگذاری میکنه از سوله میره. وقتی بتمن میرسه دیگه دیر شده. این انفجار جیسون رو میکشه و این لحظه رو یکی از تلخ‌ترین لحظات کمیک های بتمن میکنه. داستان اینجاست که عجیب میشه. بعد از مرگ جیسون خمینی به جوکر یک پیشنهاد میده و میگه یک سمت تو حکومتم بهت میدم. جوکر هم میشه نماینده جمهوری اسلامی ایران تو سازمان ملل و این مسئولیت سیاسی باعث میشه بتمن نتونه بهش صدمه‌ای وارد کنه.